آمین رو در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس میگن. برای چی میگن؟ که برای آنکه دعا باید پنهانی باشد میگن. و آمین یعنی استجیب معناش ای الله دعا را قبول کن. برای آنکه سه آیت آخری سوره فاتحه دعا هست: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وقتی که امام این آیت را قرائت کرد اینجا دعا کرد و ما که دعا را شنیدیم باید آمین گوییم و آمین گوینده به مثل دعا کننده هست. بنابراین الله تعالی وقتی که حضرت موسی در حق فرعون دعای بد کردند، الله تعالی در دوامش میگه قد اجیب دعوتکما، دعای هر دوی شما قبول شد. وقتی که کسی قرآن رو میخواند در حیرت میماند، برای آنکه وقال موسی آمد در ابتداش. موسی گفت که ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله تعالی این دعای موسی بود: ای الله فرعون رو به هلاکت کن، به مال و ملکش را نیست و نابود کن، خودش گمراه کن تا ایمان نبیارد، تا مدامه که به بلای بعد گرفتار نشود، خلاصه از دنیا به ایمان رود. الله تعالی در دوامش گفت که دعای هر دوی شما قبول شد. اگر قرآن خوانید حیران میشید روی چی اینجا دو کس پیدا شد. موسی گفت، موسی دعا کرد، الله تعالی دعای هر دوی شما قبول شد. مفسرها میگن که در تفسیرش هارون آمین میگفت، موسی دعا میکرد، هارون آمین میگفت، الله تعالی دعای هر دوی شما قبول شد گفت. دعا را به هر دو نسبت داد. این دلالت میکند که وقتی که یک آدم دعا کند و باقی مانده ها آمین گویند، گویا که همه دعا کرده است. خب وقتی که امام اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفته دعا کرد، شما آمین میگویید. آمین دعا هست. در مذهب حنفی دعا همون وقت تیزتر قبول میشد که پست باشد. بنابراین شما آمین میگویید و پست میگویید. این اجتهاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، چون که دعا واقعا اگر پستر باشد تیزتر قبول میشد، آدم ها نشنود، خوب است. اما دیگر مذهب ها به سخن ابو هریره رضی الله عنه عمل کردند. حضرت ابو هریره و دیگر صحابان نقل کردند که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسجد ولا ضالین میگفتند، مسجد با آمین میلرزید، میکن آمین میگفتند، یعنی که مردم با یک آواز همه آمین میگفتند. و این آمین اگر دیده باشید یهود ها هم میگوید، نصرانی ها هم میگوید آمین، حتی به زبان عبرانی و به دیگر زبان ها هم آمین میگن. خیلی که ما هم تاجیک ها هم آمین میگوییم. خلاصه دیگر مذهب ها با آواز بلند میگوید و ما میگوییم فقط با آواز پس میگوید. اجتهاد است، تیزتر قبول شود گفته پستر میگوید. اگر اون چیزی مشکلی و دو کس با هم دیگر با همین دوستی کند و دشمنی کند نیست. کسی پس میگوید پس میگوید، کسی بلند میگوید بلند گفت. یعنی یک آمین بلند گفتن که یک آدم تروریست نمیشد، یک آدم وهابی نمیشه. اون صحابه ها کردن، دیگر مذهب ها کرده است. پیغمبر صلی الله علیه و اقرار کردن، انکار نکردن. آمین بلند نگویید میگفتن اگر خطا باشد. و کسی پس میگوید بلند میگفته که حقتی جنگ نکند، کسی بلند میگوید پس میگفته که حقتی جنگ نکند. اگر پس گویدم نمازتون درست است، بلند گویدم نمازتون درست است. بله، این مسئله هایی نیست که دو مسلمان اپشتی همین جنگ کند. فقط اپشتی همین خیلی مسئله ها دو کس سپار میکند، کشاکشی میکند، جدال میکند، بدبینی، حقارت، زنازنی آخرش. نعوذ بالله. این چیزی نیست که شما اپشتی این جنگ کنید.